سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. بچه قبل اینکه بریم سراغ ویدیو حتما لایک، ساب و زنگوله رو بزنین و اینکه اینستا رو هم فالو کنین. و اینکه من اومدم بچه اینجا و اومدم با ایشون حرف بزنم تا ازش یه دونه حرف بزنیم باهاش و یه دونه بهمون تلیسمن پانچ میده. و حالا شما وقتی که دوباره باهاش حرف بزنین، چه دارم میپرم هی چیکار دارم میکنم وقتی که وارد اینجا بشین بچه ها میتونین اسلحه های اینا رو بگیرین. در واقع سول های باس رو میتونین تبدیل به اسلحه شون کنین و بگیرینشون. و یکی از چیزایی که خوبه این مثلا اینجا میتونین شما اسلحه گادریک یا همون چیزش رو داشته باشین، بات کوین ماریکا. و بچه یه دونه اون ماهه هست، اون خیلی مثلا میتونه کارآمد باشه اون ماهه و واقعا این چیز خوبیه. و بچه اینم قراره گفتم قراره دربارش توضیح بدیم ما. و اینکه دیگه همین جوری که گفتم و شما میتونید حتی لباسای اینا رو بخریم. حالا مثلا گادریک لباس نداشت، ولی مثلا این کوین دفیل هم لباس داشت و میتونید شما اینو بخرید. و بچه ویدیوی گادریک هم هنوز آماده نشده و احتمالا فردا بذارمش. و در واقع این که الان من میگم فردا نمیشه، برای میشه حدودا پس این فردا. و دیگه همینطور که گفتم حدودا فکر کنم روز پنجشنبه یا جمعه من ویدیوی گادریک رو برای شما بذارم و شما ببینین. خیلی خب، واسه یه لحظه ما بریم ببینیم کجا میخوایم بریم امروز. و یه کاری بکنم و اونم اینه که پاشیم بیایم این منطقه قرمز کلن و بریم یه چیزم بگیریم، یه کاتانا قراره بگیریم و بریم اونا رو هم بگیریم. 3-4 تا اپیزود بعدی هم که باید بریم یکم توی دانجنا و حدود 60% دانجنا رو باید تموم کنم و 40% هم بذارم برای بعد. بلند میشیم و میایم اینجا، سوتو میزنیم و به سمت بچه راستی منتظر واکتوری سیفو هم باشین که قراره احتمالاً ببینم دیگه یک شنبه قراره که اولین ویدیوی سیفو رو هم بذاریم و زیاد هم قرار نیست طول بکشه، یه 3-4 تا یه ساعت قراره بذاریم و توی این 3-4 ساعت کلا تموم کنیم دیگه بازی رو و توی 4 تا اپیزود دیگه کلا تمومش کنیم. حالا خب میایم اینجا و به این سمت حرکت میکنیم. و بچه ها الان قراره که داستان اینجا رو من بهتون به طور کل بگم که چه اتفاقی افتاده که اینجا اینجوری شده. حرکت میکنیم بچه ها یکم به جلو و اولین چیزی که اینجا میبینیم یه چرچه که قراره خیلی 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 به دردمون بخوره. و شما میایین اینجا سریع بدوین قبل اینکه یه دونه اینجا قراره چیز اسپان شه. اینو روشن کنیم. اینو میگفتم قراره روشن شه و شما اینو میتونین الان تاچ کنید. من تاچش میکنم و این نمیتونه الان فعلا منو بزنه، ولی قراره که یکم قویه بچه ها برای این لول من. اون قدرم قوی نیست، مثلا من خیلی راحت میتونم بزنم. اسلحه‌اش یکم قوی تر از منه چون یکم دمیجش سنگینه و میتونی خیلی راحت بکشینش نسبتا، ولی یکم من باش سیف رفتار میکنم و دیگه الان برام ایزی شده. ببینید یکم دمیجش بده، ببین چقدر دمیجی بدی میده، میتونی تریپل کیلتون حتی بکنه.
ولی من چون کاتانا دارم و کاتانا خیلی چیز خوبیه و اینجوری میتونیم تمومش کنیم. حالا بذار اگه درست تمومش کنم و با این ضربه تمومش میکنیم بچه‌ها. و حدود یه 3-4 هزار تا یا میکنم نه ببخشید و یه دونه از این تقریبا چطور بگم بهتون چیزی میده بهتون. کوک بوک هم اینجا برداشتیم و یه تالیسمن میتونه بهتون که میتونیم بریم بردارینش و چقدر کار خواهیم داشت. 3-4 به این سمت حرکت میکنم و این سمت کلیدم تازه باید برم. ببینم هم برداریم گریس دوتا گریس اینا خیلی داریم پرو پیمون میگیریم و بسته ببینم از روی شاخه ها بریم فکر کنم پایین. آره بام بچه احتمالا یه اپیزودم قراره برای یه چیز بذارم ها. که بعد از اینجا بریم پایین یه جایی باید بتونیم بریم پایین. بسته برم ببینم. فعلا اینجا رو نمیرم میذارم برای 3-4 اپیزود بعدی که قراره بریم دانجنا رو و اینا یادم میاد اگه میگه آتیش طرفشون میگرفتی میترسیدن. نه بسید میترسن میگیرم پارت میکنم انگار واقعا اوی من نمیترسن نمیترسن افتوری من فکر کردم میترسید دیگه نکنم قرار بکشیم. بده اوه نکش یه سوت بودو فقط من این گرگه رو میخوام الان بیاد سمت اون گرگه بیاد کارش رو تمام کنم بگردم سر و اینجا از سامنه رو میزنم چون روی اسبم نمیاد سامنم اون رو نگاه ببین اینجا چطوری میاد لعنتی. بسه بیا قرب آها بیا جلو حالا نه شدم نه این جلو نیست ببینه ولی قراره یکم با پیچ همشی همین یه اتفاقی یه بلایی سرت بیارم سرش نفریدم بادم این خوبه بیرونست نیست لست کنیدیم بالا واه دادیم پشتنش حدود 500 تا هم کلن 300-500 تا هم کلن روم میدن دیگه کلا یعنی اینا به درد نخورن اینقدر معذرت میخوام بچه‌ها و بیا ببینم رو هوا میزنیم خیلی شبیه دایناسورن. خیلی خوب بیا ببینم ببین داری اذیت میکنی یا سگ خوبی باش بمیر و دلیل اینکه اینجا قرمزه رو الان قرار بعد زدن ایشون بگم اگه بذارن دیگه. بس یه لحظه ببین بیا با دوستان ما هم رفتار کنیم. تو دوست منی منم دوست تو آفرین. داشتم میگفتم بچه ها چی داشتم میگفتم آره بچه ها اینجایی که میبینین شما الان هستین در واقع یه اتفاقی افتاده که برمیگرده به سالهای سال قبل به زمانی که رادان و ملنیا داشتن جنگ میکردن اینجا که توی تریلرش هم دیدیم حتی سعی میکنم توی ویدیو هم باشه که ببینینش و توی ویدیو هم تریلر هم که دیدیم ما اونجا که داشتن رادان و ملنیا با هم دیگه جنگ میکردن پس ولی ملنیا به پیروز میشه به چی؟ پیروز که نمیشه در واقع یه جوری میکنه که اصلا عقلش رو از دست میده و تقریبا میزنه کل اینجا رو میتره کنه ملنیا
و اسکارلت رات، همون الان چیزایی که قارچ ها و اینا رو میبینید روی درختا، در واقع همه اینا به خاطر اون جنگه و اون جنگ ببینید چه تلفاتی به بار آورده که زده همه چیز رو پکونده و الان هم که میبینین دیگه اینجوری شده و حتی قرار ما بریم رادان رو ببینیم که چه اتفاقی افتاده و چه بلایی سرش اومده که بیچاره رادان کلن از چی میگم بهش خدایا، کلن از بین رفته و میرسیم به این ارتشه. این ارتشه خیلی دوست دارم. یهو دمیج میدین، یهو 70 دمیج، خیلی دوستشون دارم. فقط اگه بگیرم کم اذیتتون میکنن و ولی خیلی خوبه. میکشین یه 70 میرن و بچه دیدین که داشت اسکارلت رات میداد من و همینطوری داشتن حتی از خودشون هم دارن رات میدن بیرون. حالا یه اژدهایی هست که من قراره اینجا خودم آف کامره احتمالا، ولی نشونتون میدم آف کامera. من اونو آف کامera میکشم. و اینکه آره اینا رو نگاه کن، اینجا چیکار میکنیم شما بچه؟ اینا همون چیزای چی میگم بهش، همونایی بودن که میگرفتن یهو اف پیتون رو میخوردن. اینا دیگه اف پی نمیخورن، اینا مستقیم میرن سراغ اچ پیتون. و ببینین میدونن یه لحظه یه دقیقه به قفلت کنین، اسکارلت راتتون هم حتی میتونم بکنم. اسکارلت رات هم یه چیز خیلی فوق العاده باید، یعنی میتونه خیلی راحت بکشتتون دیگه. رات میشیم و میبینین اینجا یه دونه گریس هست و من این گریس رو آن میکنم. به این سمت باید حرکت کنیم و ببینیم که اسمش چیه دیگه، راتینگ. و بچه کل اینجا رو رات اصلا به هم ریخته. اون مثلا چیزایی که میبینین الان شما اونجا بس چیز کردن، خود اسمش چیه؟ آره داشتم میگفتم اون چیزایی که شما میبینین اونجا وایستادن، مثلا اون سگا یا اون چی میگم بهشون، زاغ‌هایی که اونجا وایستادن، در واقع یه روزی معمولی بودن و این اسکارلت رات اومده و همه چیز رو نابود کرده. و واقعا برای کسی مثل رادان این چیز خیلی خوبی نبوده، چون رادان رو من مثلا به خاطر سعادتش و اینا میشناسیم دیگه کلا، ولی مثلا رادان از وقتی که این اتفاق براش افتاده کلا قاطی کرده و دیگه هیچی هم نمونده. اینا هم که اعصاب منو میخوان خورد کنن دیگه، بتونیم برداریم گلدن رولا رو. خب برداشتیم خدا شکر. و بچه آره و این ملینیای واقعا بهتر بگم پدر سگ اومده این اتفاق رو کرده و ما رو به باد داده رسما. و بچه اونجایی که میبینی قلعه رادانه و ما بعدا قراره بریم سراغش. یا اشتباه کردم، فکر کنم قلعه رادان نبود اونجا، نمیدونم بچه ها، ولی احتمال میدادم که قلعه رادان، نه ببخشید ولی قلعه رادان، نه دقیقا همونجا قلعه رادانه. و من باید برم یه گاری اینجا که اونجا یه کاتانا قراره برداریم که یه کاتانای خیلی مشتی اصلا. این کاتاناه یکی از کاتانای خوبه بازی به نظر من اصلا. و اینجا باید باشه اگه درست دیدم باشه. اینجا نیست، اشکال نره، بسته ببینم یه درست یادم باشه اینجا باید باشه دیگه. فکر کنم اینجاست. پس چجوری ورودیش فرق کرده؟ نکنه 2 تا ورودی داشتین؟ نکنه من از اون یکی ورودی اومده بودم، نمیدونم یادم نیست این 2 تا ورودی داشته باشه. من یادم میاد وارد میشدی همینطوری یه باس بغلت بود رو میزدی. نمیدونم واسه ببینم، یعنی من این همه مدت نمیدونستم که این 2 تا ورود داره. اوه این احتمالا 2 تا ورودی داشت، چون یه جا هم توی ویدیو یکی از بچه‌های سولز
پلیر دیده بودم که از یه جا میرن و از یه جا دیگه در میان. فکر کنم این ورودی اصلیش باشه که باید از اینجا بریم. فقط یادم میاد که اینجا پر چیزه، چی میگم بهش، اسم چینگستون 4. افنام کلن خالی شد، خدا رو شکر. یا ببینم. اوکی، اصلا 2 تا ورودی داشتم. حالا فهمیدم. خب میزنیم ما اینم روشن میکنیم. بچه فانوس رو توی اپیزود قبلی گرفتیم. اگه میتونیم بریم اپیزود قبل رو تماشا کنیم و بفهمیم که فانوس رو کجا گرفتیم. و اینجوری که جون من رو میبینیم، من واقعا هیچی نداشتم رسما. الان همین وقتی که رفتم اینو بگیرم، وقتی که رفتم لول اپ ساین کردم، یه همچین لولی دارم الان من. و در واقع هیچی نبودم من قبل این. میپریم از اینجا پایین، از اینجا میپریم پایین. یه دونه اینجا سامرس میتینگ لیست رو فکر کنم دوه و یه لحظه ندیدم و به مردیم و مردیم. اشکال نداره. برمیگردیم. چقدر اپیزودهایی که قرار کار داشته باشیم. یه 50 اپیزود، 44 تا، یه 45 تا، 47 تا، 46 تا اپیزود قرار بشه این واک ترومون. و به این زودی هم قرار نیست که تموم بشه این لعنتی. من یکم باید بشینم یکم آف کامرا بازی کنم بچه ها. با یکم خودم رو لول اپ و اینا بکنم و یکم فارم و اینا رو هم انجام بدم. و بچه راستی اگه خواستین، حالا من براتون تروفی رو توضیح میدم و 100% تروفی هم میتونم براتون بزنم اگه خواستین البته. و میتونین توی کامنت ها بنویسین. اینو خیلی وقت بود که نگفته بودم که میگم دیگه الان. بنویسین توی کامنت ها و این کارم. سلام علیکم. من باهاتون هیچ کاری ندارم، من همینو میرم پایین. خدا نگهدارتون باشه. بذاریم بزنمشون. کار دارین؟ آفرین. خیلی خوب، بیاین حالا جلو. میکشیم یه دونه دیگه میکشیم. این داره میاد. آرومه توه. آرامش تو حفظ کن سر. چقدر خوب دادیم. ایوه ببینم داره میاد. آرامش تو حفظ کن ببینم. بوم میدم. یه دونه دیگه. بوم. یه دونه دیگه. بوم. تمام. ایزی پیزی لیمون ایزی. یسوس. سری میدیم به گاج و روشن میکنیم فانوس یا لنترنمون رو. خیلی آروم یه دونه بهش میزنیم و پرتش میکنیم پایین. ایزی بابا، شما دیگه برای من هیچی نیستی. اینو میکشیم زیرش و تمام. این بازیکن قدر یه دونه میکشه زیر سولجر گادریک. و بچه حتی گادریک تا اینجا هم فرستاده این لعنتی ها رو تا اینکه بیان مثلا ما رو شکار کنن ها. چه ببین چقدر این بشر ترسوه واقعا و ازش متنفرم. میبریم از اینجا پایین و به سایت اف گریس اولمون میرسیم. به نظرتون میتونیم بریم این باس اینجا رو وان ترای بزنیم؟ نمیدونم. خب بچه من اینجا رو یکم سری میکنم. خیلی خب بچه ها، ما یه بار مردیم و دوباره اومدیم که سرعت ویدیو رو هم دوباره میریم زیاد کنیم و از اینجا میفتیم پایین. بله و
بره سرعت ویدیو زیاد شه و آیا بسا نمیخواست سرعت ویدیو یا ابوالفضل دارم میزنن کمک. اینو بر نداشتم. من میدونم خدافظ. فقط میدونم کمک. یو ابوالفضل چقدر زیادن. غلط کردم. من غلط کردم آقا. خیلی خوب بچه‌ها قراره بمیریم و دارن میان همچنان. غلط کردم. خدا نگهدار شما. یعنی هیچ غلطی نمیتونم بکنم از و بچه تموم دیگه ما موندیم. خیلی خب بچه دوباره اومدیم و قرار این دفعه احتمالا بزنیم و سرعت ویدیو رو دوباره زیاد میکنیم. برو بریم. خب بچه ها زدیمشون و خدا رو شکر تموم شد. به این سمت حرکت کنین و بیاین این در رو باز کنین قبل اینکه این ور رو باز کنین. بیاین این در رو باز کنین. ایزی پیزی لاموریس ویزی. و بیاین ببینین اینجا کی هست. آقای الکساندر. چطوری دوست من؟ واقعا الکساندر رو من دوست دارم از صمیم قلب. خیلی آدم شوخ‌طبع و باحالیه و به ما میگه که من میترسم از اون یه چیزی اونجا وایستاده که برو اونو نابود کنه اینا. اما بهش یه دونه انگشت 60 نشون میدیم و یه لایک میدیم و میگیم که چشم آقای الکساندر. اینم روی چشمون هم نجاتت دادیم و الان هم قراره بهت بریم پادویی کنیم و اون کسی که این توه رو بزنیم. خیلی خب بچه برین داخل و بچه شما خودتون باید اینو بزنین. زیاد اصلا اینجا مثلا چیز به دردتون نمیخوره این اشابار. ولی حالا میذارم مثلا یکم سرش به این بیا بریم. نکشیم بابا بچه. این خیلی ایزیه واقعا. مثلا خیلی بلندتر میتون بزنیم. امول قشنگ. این کلمه امول رو از این ساختن. درگن هم هست بچه ها چون تهش یه درگن هارت میده و یکم بلد باشین چطوری بزنش زیر، یعنی قشنگ شکمش وایسین هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آقا ببینین چطوری دمیج بهش میدم. فقط هر دم این یکم اذیت میکنتتون نه که زیاد اذیت نمیکنه. زیر شکم، فقط زیر شکم و تمام. زیر بقید زیر شکمش رو بگیریم برش تموم. و بچه 100% هم سرش بیشتر از هر جا دمیج میده و سعی کنیم اینو یکم از دم و شکم بزنیمش. هیچ غلطی نمیتونه بکنه تقریبا وقتی که داریم از شکم بزنیمش. بودوین زیر شکمش وایستیم همینطوری بزنیمش. یهو یه دمیج بلاد لس میخوره و چقدر دمیج بلاد لسش خوبه. عاشق این کاتانا ها من. بچه مونول یکی از مونول قراره این بهمون بده که یکی از بهترین کاتانا های بازیه و برای کسایی که اصلا چیزن خیلی اسطوره هم مثلا یه اسطوره هم که نه حالا مثلا نوبان واقعا مونول بهترینه و اگه یکم قاطی نکنه این من میتونم اینو بزنم. قاطی نکن دیگه. ببینیم من بزنم یه میرون مونویل رو بزنم. میبینیم بچه ها چقدر بی تربیت این واقعا این که بی علم هست. بودو این سمت جای بزنیم. شمشیر رو برام در آورد یا انگار مثلا کی هست حالا کلن دمیجای خوبی داریم بهش میدیم واقعا و تمام. ایزی پیزی لامونیس ویزی. تازه دوتا هم استوس برامون موند و یه درگن هارت و یه مونویل. اسمش مونویل بود دیگه اگه درست دیدم باشه. اسلحه چرا رد کردم اسلحه ها رو. اینجا چرا اومدیم بایسته ببینم. اینجا بچه اینا مونویل. بچه این 87 دمیج فیزیک میزنه. ماجیک میزنه. فیزیک چی گفتم؟
ماجیک میزنه و 57 هم خب خودش فیزیکال میزنه و نسبتاً چیز خوبیه و به ما میده اینا رو و ما میریم برای تروفی. نیازه اینا. خیلی خوب. بس ببینم میتونم یه لول اپ ریزی بدم به خودم فکر کنم. دو تا از سلکت کنیم. آره میتونم یه لول اپ بدم. کنم به ویگر بدم. و بس ببینم اینجا باز شده. به به. ترسمن پانچش رو یادم نبود اصلا. اونو گذاشتیم که برام ها خوبه. خیلی خوب. بریم اینجا و باشون هم حرف بزنیم و میگه که واقعا ممنون که ما کشتی و کار دیگه همین. و تقریبا فکر کنم تمام شد کارمون. چند تا داریم چیز؟ دوسته دیگه هم از این بهتره. 800 تا بهتره. بشیم سپری اینجا و 13000 تا داریم. بشیم یه لول خوب بدیم به خودمون. یه لول اپ و ایدیمون میکنیم این ویگه رو 35 و چقدر داریم گول میشیم. واو. از این سمت در میام. آره دقیقا. بچه من از اینجا اومده بودم همونطور که بهتون گفتم و به اینجا میایم ما و از اینجا اومدیم به کجا و بذار ببینم کجا بریم به سمت کلید و بریم به سمت کلید. به نظرم اتفاق بهتری قرار اونجا بیفته. بریم به سمت کلید. خیلی خوب اومدیم کلید و از این سمت باید بریم به این ورا تقریبا. اونطور که این نشون داده که من درست محاسبه کنم من از اینجا بپرم دمیج میخورم ولی نزدیک باشه. یه سوس و به اون سمت حرکت کنم. و بچه اینا هم اینجا هستن. یه کمپ همین بغل هست که فعلا کارش ندارم. ببین چیکار کرده این اسکارلت رات اینجا رو. از بین برده قشنگه. برش برده اینو رو هم میپیچیم و به این سمت حرکت کنیم و اینجا دیگه کم داره باز میشه و آها ما همین راهو باید ادامه بدیم. که میرم جلو روی اینجا لحظه چه لگی زد بازی. بعدی و از این بغل هم میدیم. چه بلایی سر این سرزمین آوردی میریم. سرزمین خوشگل رو تبدیل کرده به این. انتقام رادان رو از مدینیان قرار من بگیرم. رادان واقعا فرد شرافتمندی بود توی جنرالی خودش ولی کلن به بالش. خیلی خوب اینجا بشین
یه لاست گریس دیسکو رو بزنیم و اساسون بگیم بیاد. این جلوترهای قراره یه مپ برداریم ما و یه دونه حتی اژدها هم هست اینجا تقریبا اینجا جلوتر. بریم میبینیم اینها. این اژدها رو میبینیم که بلند میشه. شما اول بریم به این سمت یا بس اینو بزنم من چون بزنیمش بس اینو نمیدونیم بلند دمیج میکنیم میخوام بزنمش یو میخوام افیانه رو بزنمش کنارش لعنت بهت ببینم بوم 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 واقعا این 3-4 تا دمیج رو که میخوره یه دونه بلادلاس قشنگ میخوره. واجب باشین اون داره رات بهتون میزنه و اگه چیز راتتون پرشه ببین داره میخوره. اگه بار رات پرشه شما اصلا که دمیج خیلی بد میخوره. اینو مواظب باشین بدونین فقط که نه یه اسکارلت رات شدیم و اینجوری میکشستون. واقعا بده این اسکارلت راته واقعا بده بدتر از این وجود نداره به نظرم. خیلی خب دوباره میایم اینجا و ببین من برم نقشه رو بردارم. اول از همشون نقشه مهمتره. هی برو بریم برای نقشه. ببینم وقت چقدر داریم. 5 دقیقه 6 دقیقه بذار همین رو بزنم پس. خب اینو بزنیم بیا ببینم. یه دونه استوسان بریم یس بیا ببینم بزنیش رو خوب داره میخواره اما ببین این باشه این اسکارت رات یکم بده واقعا بریم به سمتش باستیکر مواظبش باشی یهو میشینه زمینی و خوبه اینجا دیگه اسکارلت رات نمی کنه شو حفظ کن ایبون اوه اسکارلت رات همون نکنی دایی یه دونه است سری میدیم بالا این دوباره پیششون بلند میشه. واه چقدر بد زدم. ببین داری چیکار میکنی بی تربیت. ازش باشین زیادم گم باشین. آها خب بیبتن دور اسکارلت رات فقط به ما نگیره داریم با نهایت تمام خیلی خوب بیاین این که داره اسکارلت رات فرش میکنه این برا بیاین آقا حالا که رفت سری بریم جلو. این اسکارلت راتاش رو میزنه بهشون به هیچ جاتون نگیریم و بریم سری باش حالا یکی یه داره دیگه میایم عقب بزنش بابا لاتبازی چیه در میاری واقعا این دفعه دیگه نشد دیگه میدارم آف کمر رو بزنم خودتون دیگه میتونید دیگه اژدها رو بزنید نیاز نیست ولی من خودم آف کمر رو مثلا بزنم باز بین اسکارلت راتش باشیم واقعا چیزی سایت بود
اگه بتونیم خود بدنیم نیم اچ پی رسیم نصف اچ پی کردن شده ببینیم اگه شویه خود یاد هست یا نه بری قرار یاد بشه انگاری داره خوب پوش میده اینو نمیزد خوب میشد خوب داریم میزنیمش واقعا افراد داریم میزنیمش اسکارلت رات نکنتمون داره میزنه ها بزرگش باشیم بله سویچ بیا ها میتونیم بریم بزنیمش بزرگ خودم یه جلو یه نه یه جلو نمیدونم غلط شد بکشتم اینه مرد خوبه سکارلت راتم پر شد و من کشت خیلی خوب بچه ها وست من بچه خیلی ممنون که ویدیو رو دیدین لایک و ساب یادتون نره که حتما بزنیشون و اینستا رو هم فالو کنین و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار